درود میگم برای همه بیننده های عزیز شبکه اجتماعی دلیر امام علی و این از اولین ویدیو گزارش های ما به نام در سراغ ژورنالیست است که این مادر عزیزم از فرخار به دوشنبه آمدن در روز استراحت به جستجوی ما و ما هم نخواستیم که مادر پیشنهاد و دعوتشون رد کنیم و حتما قبولشون کردیم در یکی از خیابان های شهر است. خب مادر از کجا آمدیم به دوشنبه شما؟ من از ناحیه فرخار دهش دهه دهقان‌آباد جماعت غیرت. جماعت غیرت. بحث شما چی است؟ برای چه ژورنالیست گفتید؟ چی میخواهید از ژورنالیست؟ چی پروبلم دارید؟ بحث ما درباره همین خانه که خانه رو برادرم و من خانه رو فروخت با جاش اومد کارگر بود در کاروکس غلطید با خانه خودم دیگه مول خانه خودم با فروخته وای دادم وای در این موبایل چند قرار که با کپیدن با محکمش کردن ای برای هم ریش فخری. برادرتون نام و نسبش چی است؟ سعدی و ابوسلو. او چی کارا بود که با کارمندای کاروبسای هفته دو بار در وزارت برق رئیس شده کار میکرد. برق تاجیک بود؟ برق تاجیک بود. راهبر چی بود؟ راهبر اونجا رئیس برق شده کار میکرد. یک بار دیگه نام و نسبش بگین. سعدی و ابوسلو. سعدی و ابوسلو یعنی فرزند خونی پدر. خونه فرزند خونی پدرم. خب خانه‌ای که خودت از وای خریدید دوباره فروختید پولش به او دادید. دادم. خب بعد مسئله چی شد هادی؟ بعد وای اومده پناهی کاری کرده برای اختیارش حجت کرده است خانه‌ای که ما خریدم بعد چند گذشت که بعد با زنش اومد اونجا گفت که چی کداگی ای اما همین چیزای خونه را پاک زدم میگیرم تو چیزای خونه خطاب گیبر پاک زد تو درختور همه است کنده برد. بعد یا 3-4 ماه گذشت پس این که باز اومد خش پرت که گفت برادر تا کاروکس کپیدگی ای کاروکس کپیدگی دیگه ایدوفا کرد گفت هیچ ندارم میبرنش خواهی گفتم چیکار کنم؟ گفتم مبلغی کلان در کاره. بچه‌ها در زنگ دادم روسیه گفتن که اونطوری مبلغ نداریم. بعد خونه خودم بودگی خونه که شوهرم بودگی خونه شوهرم در فروش موندم. شوهرتون در کجا؟ در اونجا بود مصلحت کردم گفتم طریق چقدر دید بیا امیر کنیم بعد خواهی برم روزی هم نشید که خواهی چیکار کنم برای برادرم گفته نه غلطه در چی در عذاب من همه خونه خودم فروخته دادم. خانه پدری چی شد در این میان بعد؟ خانه پدری نه که زندگی کیسیم. حالی در همونجا شما در زندگی؟ در زندگی کیم و پول دادیم زندگی کیسیم. حالی چند عائله در خانه پدری زندگی دارید؟ در خانه هم پدری ما 4 عائله زنده داریم. چند در خانه است؟ در جا ما 3 جدا برای فرزندان خونه ساختم. اما خانه پدرم ده. اما خانه که برادرم خریدم. حالی چند در خانه در زندگی دارید شما فرزنداتون که؟ ما حاضر در یک خانه بیگانه در خانه پاکیزه مور ایو خونه برادرم برآورده سر کرد. خونه پدریتون هم شما رو پیش کرد با ما؟ خونه عمو پدر خریدیم ای خدمت این 18 سال میشه وقتی ما در زندگی میکردیم. ولی خانه خودتون رو فروختین؟ با برادرتون پولش دادین؟ از خانه پدریتون هم اومده با شما رو بیرون کرد. حالی بعد در کجا زندگی دارید؟ در یک خانه برک در یک خانه چی هم تا با وریم دیگه. خانه کی هستون؟ اما خانه که بگیم که یک کلین مای. کلینتون. چند در خانه است گفتین؟ یک 2 خونه چاکی برکی. چند که زندگی میکنین در اون 2 خونه چاکی برکی؟ خونه من 4 کلین خدم دخترم شوهرش برآمدگی ای 8 گلک. مادر جان اینا میخوام فهمم که وقتی که خرید و فروش میشید میان شما و برادرتون یگان شرطنامه خرید و فروش در نتاریوس اداره نتاریوس اینجا قید بود نبود؟ گفتم چند بار گفتم بیا نتایج کنیم فقط بهانه میکرد. خب حالا خونه را دادیم من خریدم پول دادم فقط بهانه میکرد ولی چی سر استیمش میگه ولی چی سر استیمش تو ما درک تو چیکار که وقت بانو میخدش حجتش کرده در سال 6 بعد من با چی مراجعه کردم با سود مراجعه کردم سود همه همون چیزا رو سنج همه چیزا رو بیکار کرد همه همون حجتای کرده بود همه رو بیکار کرد سال 6 2006 خب بعد در کدام اساس و شما را از خانه پدریتون بیرون کرده ای صورت است اونجا خودش زندگی داره؟ میگه این خونه را میگه چی کردم ایما میگه با زور فقط با طریق زوری در کجای رفتم در کدام سوتی رفتم میبرد چی سازی میکنه چی جورابازی اوشنوبازی میکنه که او را پراو میبرن او را راست میبرن ما را دروغ. خانه به نام همون برادرتون اسازی؟ خانه به نام پدرم بود. احالی به نام کی شده از خانه؟
حاضر نمیدونم بانو خودش حجت کرده بود نمیدونم انا بوده انا برادران امو اکاو دادر ما بوده نبوده مورن فایرود نکده یگم جمع نکده بانو خودش گذاشته بانو خودش حصه گرفته چند فرزندی پدرین شما؟ حاضر 5 فرزندی پدریم بعد دیگه فرزندای پدر در این بحث اویلوی شما با هم نمیان که سازش کنین و برای شما یک خانه ساختین و دیگه خانه پدری با برادرتون مونه دیگه چی کاگه که میگه نه که نه راستی گپ مود تری جمع نشدیم بانو او بزگرونیم یگم چیرا خودش کداگه کورسازی کداگه خودش کداگه برادرم ما چی کاگه سون چی کاگه که و نمیویان فایرود همه فایرود برادر ما کلون ما همه خدر فایرود کم زوره هم خچکن همه خفیت میگه نمیویایم میگم بریم بیاریم میگه مازن نیست فقط بهونه میکنم در معرکه و مرگ و میر وقتی که روبرو میزنین همین بحثا رو میکنیم که چی این خیلی کدیست است نه برادرم دوره از من این برادر این قطعی تماما نگاه نمیکنه هم خیلی مغروره که گپ نمیزنه قطعی خانه ای که از شوهرتون بود فروختید با کی فروختید و چند هزار دلار کتی با برادرتون کمک کردین با بیگو رحم قل فروختم چند هزار دلار 3200 دلار آورده همون مبلغ در دوشنبه در خونه امی برادرم داد برفت کی داد به این برادر بیگو رحم قل شاهدی میتیه شاهدی زنده و سلامت است زیرمون در برخوردهای شما در پرابلم‌هایی که شما از پشت برادرتون بودین حد شوهر و فرزنداتون چه عکس العمل نشون میدن چی میگن شما را چی میگن که بچه خونه من تاریخی شوهرم روسیه رفت گفت چی مرا خونه مرا فروختی برادر دادی خاطیما چی میکنن بحث میکنن که چی با برادر فروختی خونه فروختگی را اما آدم زنده و سلامت همون آدم خریده خب دیگه او را بحث شلوده خونه خودتون دیگه از دست رفت فروختین و پول دادین به برادرتون ولی همین خونه پدری را که شما خریده بودین و حالی شما را از اونجا بیرون کرد یعنی اومده چه خیلی بیرون کرد شما را ای خونه اومده ای همه مقامات ها چند نفری اومدن بعض اور برو آوردن اما اول لیباس همه را فرو آوردن در بیرون پرتن همه شکست همه چیکردن ما را ای کتیفمون گرفتن بیرون برو آوردن در همین حالت فرزندی پدرتون شد در زمستون در می شیلای خنکی سردی هوا ما را بیرون کردن کی این کار شد چند روز 11 نوامبر اینم چند روز اینم 11 نوامبر در همین حالت فرزندی پدرتون میدید خودش هیچ نشان نداد شما هیچ مهر نبود در چشم کنی چکوتون یا برو کنی خب اینا چی با حالومای سال ششم 2006 این با فایده وای بود این 2000 نه اینا به کار کرد چیوشا آها به کار کردی چیوشا سال ششم بعد ایوب سودی نوحه فرخار ولایت خاطران شد بعد از پس ترم اومد باز دووندان گرفت چند وقت رو ماشیش نمی 3 4 سال 6 رو اینا زبان خطی بگفت دو بار کاروبسیا رفتید این بگفت که خانه خودتون فروخته خانه شوهرتون فروخته خریده خانه خریدگی انا شمایی که بچم بعد امو پسرم سمت و حافظه پول خانه خچ خریدگی خب حالا یک لحظه 2000 دلار tak 1000 دلارش نیافتم اگر چی شود خودش میگه که من اون گرفتم میگه قرض گرفتم 1000 دلار گرفتم قرض گرفتم 2005 یکم ایولی 2005 بود بله انا بعد عجیبش این که شما این چک بعد این قسال از کجا افتین بعد گفتم پسرم اونجا چکت کوفتم چیرا امو راسیرم جای چک کوفتک امو جای بایگونی کوفتک یافت رویم کرد حالا عجیبش این که اون خانه چقدر بود که با این ارزش خیلی کم 2000 3000 دلار شما ما خودتون فروختین ای پدرتون خریدین چند خانه چه خیلی است که چه ارزان ده خانه کهنه حق بود چند در زمین داشت چند قدر 17 سوتیق زمین 17 سوتیق زمین داشتون برای دیگه فرزنداتون با خانه ساختین 3 نفر ساختم 3 جو 3 بینو حالا اون خانه‌تون هم گرفت اورم همارم گرفتم اونجا چند در خانه دارین شما سه تا که ساختین چند دری خانه یک تاش 5 در خونه های با کریدور خونه کلون یک تا دیگهش 3 خونه با کریدور خب یک تا دیگهش برک دختگی 25 متر تمام این انشاءات و ای چی ای آشخونه سرکده تو همون تو
газхона ҳама чиз. ақаллан аз ҳамун се дари хонаи сохтагӣ худатон розӣ нест ки якта дуташа барои шумо тияду девор бардошта ҷудо карда тия? Ягом тишанава ҳама баробар ҳамара канда ёзи. даъвош чи аст? чива ин кора мекунад дар муносибат шумо? Аймаҳай мега ин хуно мега ма аймаҳай. як бор телефонаш ҳаст ки як бор телефонӣ суҳбат кунем? Ҳаст. бир як бор занг занем, телефонтон инҷост. салом алейкум ака Абусулло. шумо хубен ака? нағзен тинҷен? бахшиш вақтро нагирифтам акаҷон. ман Далер Эмомалӣ рӯзноманигор аз душанбе шумода занг мезанам ака. зинда бошед. ҳамин як баҳс доред шумо, баҳси манзил бо фарзанди падартон. ҳамин модар назди мо омадагиянд. ман гуфтам як бор телефонӣ суҳбат кунам, ҷониби тараф шуморо бупурсам ки ин баҳс чива хел аст ки яъне ин модар яъне ба қавли хонаи падаритона харида будааст аз шумову боз шумо дубора омада инҳоро берун карден. якта чеки банкӣ барои мо пешниҳод кардест ки ин банк соли 2005 бо номи шумо $2000 роӣ кардагиянд ва бо айноми бачаш Самадов Ҳамза ва бо $1000 дига ки унша чек наёфтиянд, вале воқеан мегӯяд ки мо ягон хариду фурӯш шартнома надорем. дар нотариус мега мо ҳамира ба қайд нагирифта будем воқеан. бале ман журналистам акаҷон. اونا گفتن که واقعا این مادر میگه که همه حلنامه ها رو به نفع شما برآورده است، به فایده شما. ولی واقعیت همین است که میگه که این خانه را ما با شاهدا در میان اهل و اولاد همه شاهد است که ما خریدیم اونجا با 3 در خانه میگه برای فرزندام ساختم، ما را از همش بیرون کرده است. میگه این گپاشم راست یا نه؟ شما چه جواب دارین؟ الو نفهمیدم که ابوسلو. نه شما میگن که از سود و از پروکراتورا بپرسیم که به نفع شما حل کرده است. همین خیل؟ از شما فکرتون چی است که همین خانه خرید و فروش شده بود یا نه بین شما و بین همین فرزند پدرتون؟ یعنی خرید و فروش شدگی نیست؟ اون 3 در خانه ای که برای فرزنداش ساخته است اونم از کی از در اونجا میگه که من ساختم برای من ویدیو آوردگی است اینجا؟ چی نفهمیدم؟ غیر قانونی ساختگی است؟ پس به نظرتون همین وضعیتی که حاضر مادر میگه که ما در یک خانه همه کسا جمع شدیم و دیگه خانه هم نداریم، دل شما را نمیسونه که این فرزند پدر در یک از همون خانه‌ای که غیر قانونی ساخته است جا کنن و زندگی کنه؟ نفهمیدم اکا جان. دلیر اکا جان. بله. این بحثی حجت هم فهمیدیم که به نفع شماست. آخرین سوال من همین است که واقعیت دارد که یک وقت اینا حتی خانه خودشون، خانه شوهرشون فروخته برای شما $3000 کمک کرده بودن در وقتش. نه من میخوام فهمم که اینو واقعا در همین 11 نوامبر شما اینا رو از همون خانه بیرون کردین در زمستان، فرزندی پدر با کودک و نبیره‌هاش در کوچه مونده است. همین خیلی در کوچه موندن اینا و موافق قانون درست، ولی دل شما همچون فرزندی پدر نسوخت، اینا رو در کوچه موندین، دلش باید در کوچه زندگی کنن؟ نسوخت. آخرین سوال ما جواب ندادین که ابوسلو که همون خانه شون فروخته $3000 شما دا کمک کرده بودن یا نه اکا جان؟ نفهمیدم اکا جان. این همین برادر کی خریده بودی خانه را؟ بکوف خریده، خودش پولش آورده در خانه شما دا داده بود در شهر میگه $3000 جان. دلیرم برم بله اکا. خلاصه شما راضیه که این فرزند پدرتون با نبیره و فرزنداش در کوچه باشه در همین شب روز زمستون؟ کشتن تلفن. سلامت باشید مادر جان. بخشش از راه دور تشویش کشیدین آمدین و وظیفه ما قرض ما انعکاس کردن پروبلم است. حتی در روز استراحت هم باشد تشویش دادیم تو نه. زنده باشین. زنده باشین. بخشش خوب باشه جان بخشش.